ویدیو درسی نوبتی امروز میخونیم درباره حصه های و این آف یعنی بردک ای اضافی. Салому алейкум. Же детали ба филм жизнь детали будин. Хуш омаден ба эфири мо. ташаккур барои омадантон, ташаккур барои лайктон, аз ин ки ҷавоб додастен. ба фикрам ки овоз ҳаст. Намехел не? خب عبدالبصیر در کجا باشه؟ عبدالبصیر دو داریم و عبدالبصیر همینجا باشه. یک خبر ممکن درس سر کنیم برای که ما به اجازت خود درس سر نمیکنیم. عبدالبصیر سلامت باشین. تشکر زیاد. بصیر 91 اینا دو داریم ما. عبدالبصیر هم اومد. سلام سلام و علیکم السلام. خب عبدالبصیر همینجا هستن انشالله. انگلیش کده سلام علیکم. رمضان به همه مبارک باشد. بهترین اکا ماشاءالله. تشکر زیاد برادری عزیز. کانالی انگلیش کده ما درس های شما را نیز پیگیری میکنیم، پیگیری داریم. بسیار درس های خوب در سطح عالی تهیه میشوند. با شما هم یک جوان تشکر که یک چیز خوب پیشنهاد میکنید برای مردم یک منفعتی خوب میگیرن. این هم یک پیشروی جامعه است انشالله. تشکر زیاد برای شما نیز. دویم بصیر 91 دویم لایک از نوتبوک موندم نرفت چی؟ راستی در اینجا من 4 لایک میبینم. 4 لایک آمد است. انا تجربه افیرکنی از طریق تلفن یعنی قدر تجربه خوب ندارم. نمیدونم چند کس حضور داره در اینجا، چند کس هست یا نیست. فقط میبینم که اینجا 4 نفر لایک مونده است. خب دسترخوان زیبا السلام علیکم و علیکم السلام. تشکر زیاد برای لایکاتون. خوش آمدین. چه حال دارین؟ همه کسا خوب هستیم انشالله. خب دادر ما عبدالبصیر همینجا هستن انشالله. و خواهرچه ما نامش فراموش کردم. نامش یک بار میگفتین. بخشش زیاد. عبدالبصیر و سر 85 نام خواهرچمون چی بود؟ یاسمین. خب یاسمین. خب سلام بار دیگر عبدالبصیر و یاسمین و هر کسی که در اینجا حضور دارن
کسانی که نو پیوست شدن یا که نو در ефір ما آمدن خوش آمدید میگیم و برای اونها گفتنی هستیم که ما یک سلسله ефірهای داریم که زبان انگلیسی رو برای کسانی که نو یاد میگیرن برای همونها می آموزانیم. البته ما خود هم در یک مرحله آموختن هستیم. ما نمیگیم که انگلیسی رو با یعنی به یک شکلی پره و 100% میدونیم، اما همون قدری میدونیم که میتوانیم یک از دیگر را فهمونیم انشاءالله. بنابراین امروز درسی یا ефір چهارم است زبان انگلیسی از طریق آنلاین، یعنی درسی چهارم. خب در صحیفه چند رسیده بودیم؟ عبدالبصیر و یاسمین و هر کسی که این درس ها رو پیگیری دارید. در صحیفه اگر خطا نکنم صحیفه 12 رو گرفته بودیم. همینه صحیفه 12 13 بله 13 وظیفه خانگی بود. 13 وظیفه خانگی بود. وظیفه خانگی را کار کردین؟ یک جواب میدادین. اگر یکو نفهمی باشه یک جای با کار کنیم، اگر کار کرده باشین دوام تیم. اگر بگیم که یک بار دیگه با هم کار کنیم همشه با هم کار میکنیم. کار کردین بصیر 91 بله. خب بهترین، خیلی خوب. یعنی فکر میکنیم نیاز به دوباره تکرار کردن نیست. همین خیلی یا که یکون سوال باشه یکون نفهمی باشه میتونن پرسن. عبدالبصیر جان میتونین پرسین یا یاسمین. دوام تین استاد. سلامت باشین. دوام تیم. فقط اینجا یک کلمه را به فکرم که دیروز نگفتم. I am silly یعنی من نادان هستم، من ابله هستم. یعنی silly در فرهنگ استاد عبدالسلام محمد نظر و معنای نادان، کم عقل، ابله آمده است. بصیر 91 ما تکراری باز تماشا میکنیم. سلامت باشین. تشکر زیاد. خب I am silly یعنی همون خیلی گفتیم نادان، کم عقل، ابله و معنای همین میاد. اما در اینجا نمیدونم برای چی I am silly گفته شده. باید I am not silly یا I am not silly باید میشد. یعنی من نادان نیستم، من احمق نیستم، من کم عقل نیستم و معنای همین. خب این کلمه رو فکر میکنم دیروز ترجمهش رو نگفته بودیم. خب درس امروزه درباره جانشین های شخصی یا جانشین های فاعلی شخصی سه‌یوم می رود. یعنی در درس گذشته ما جانشین های شخصی یکم و دوم رو اگر خطا نکنیم گرفته بودیم. یکم و دوم بله. و عینی حال شخصی سه‌یوم رو میگیریم، یعنی he, she, it. he وای مرد یا وای پسر بچه رو در نظر دارن. she وای زن یا وای دختر رو در نظر دارن. it برای غیر انسان یا برای حیوان ها و اشیا استفاده می شود. is همون verb to be است، یعنی is یعنی است. negative question یعنی جمله منفی یا اینکه انکاری. question یعنی سوال. به رسم یک نگاه کنیم. look it's a new city. look it's a new city. نگاه کن این یک CD نو است. یعنی همون یک دیسک ما میگیم شما یک دیسک است. یک دیسکی نو است. Rex Rock یعنی این برین میگوید که این نومی همون شاید سراینده است، میگن این رکس راک است. رسم دوم is he a good singer. is he a good singer. is he a good singer. آیا وای سراینده خوب است. آیا وای سراینده خوب است. yes he is. بله وای
هست یا وای است. He's very good. Listen. وای خیلی خوب است. وای خیلی خوب است یعنی وای خیلی سراینده خوب است منظور. Listen گوش کن. خب در رسم 3 وقتی که وای دیسک رو میموند در ماگنیتوفون میگوید no. این برین میگوید no he isn't good. No he isn't good. یعنی نه واه نه وای خوب نیست. isn't همون شکل اختصار شده is not هست. یعنی he is not good. وای خوب نیست. he's terrible یعنی وای وحشتناک است، دهشتناک است. یعنی خب رسم 4 نگاه کنیم. she's mad در اینجا هم توتی برآمده رفته ایستاده است و هم brain و زوی خودش تنها یعنی گوش کرده ایستاده است. یعنی she's mad دیوانه میگه. وای دیوانه است. این brain گفته ایستاده است. وای دیوانه است. خب پوزیتیو چخیلی گفتیم جمله خبری. نگاتیو جمله انکاری. یعنی اگر جمله باشد به معنای جمله ترجمه میکنیم. اگر کلمه تنها باشد البته در اینجا به معنای جمله هست اما به معنای کلمه پوزیتیو مثبت میشود، نگاتیو منفی. در اینجا میگوید he is a good singer. وای سراینده خوب است. شکلی پره میتونیم بگیم he's a good singer. وای سراینده خوب است. یعنی he's شکلی اختصار شده، he is شکلی پره. she is a good singer. وای سراینده خوب است. she's a good singer. وای سراینده خوب است. it چقدر گفتیم برای غیر انسان ها استفاده می شود. it is a CD میتوانیم بگوییم و یک CD است یا دیسک است. it's a CD یعنی وای یک دیسک است. جمله انکاری he is not a good singer یعنی وای سراینده خوب نیست یعنی حافظ خوب نیست. she is not good singer. وای سراینده خوب نیست. یا به شکل مختصر به شکل کوتاه شده he isn't a good singer. she isn't a good singer. و it is not a CD و یک CD نیست یک دیسک نیست. it isn't a CD. جمله سوالی questions یعنی سوال ها. البته در اینجا معنای جمله های سوالی میاد یا شکل سوالی. is he a good singer. آیا وای سراینده خوب است. is she a good singer. آیا وای سراینده خوب است. is it a CD. آیا وای یک CD است. نگاه کنیم verb to be وقتی که بعد از جانشینی های شخصی یا جانشینی های فاعلی می آیند به معنای است و هست یعنی هستند. اما وقتی که پیش از جانشینی های شخصی می آیند پس در این صورت معنای جمله سوالی را می دهند. معنای آیا ببخشید معنای آیا یعنی آیا وای سراینده خوب است به معنای short answers یعنی جواب های کوتاه. چخیلی که در درسی گذشته گفته بودیم جواب های کوتاه. yes he is وقتی یک کس میپرسد که is he a good singer یعنی آیا وای سراینده خوب است پس جواب کوتاه همین است که yes he is. یا وقتی که سوال شد که is she a good singer yes she is. یا اگر نباشد میگیم no he isn't. no she isn't. is it a CD آیا وای یک CD است. اگر باشد میگیم yes it is. اگر نباشد no it isn't شکل اختصار شده is not. خب در اینجا طبق معمول توتی قاعده پیشنهاد میکنه در هر یک موضوع. میگوید he معنای مرد یا پسر بچه را در نظر دارد یعنی جنسی مردانه. she
دختر یا زن رو در نظر دارد، یعنی جنسی زنانه. it یعنی حیوان و اشیا رو در نظر دارد. یعنی خب به همین منو. خب در اینجا تمرین ها هستند، تمرین ها رو کار میکنیم. یگان سوال اگر از اینجا باشد مرحمت، یگان سوالی نافهم باشد عبدالبصیر و یاسمین، اگر نباشد تمرین ها رو با هم کار میکنیم. خب write his, she's or its، یعنی میگه his, she's یا its رو نویس. Zoe brain the city، یعنی در همین جایهای خالی از همین he, she, his, she's, its کدام اینها می آید. یعنی یکمش رو خودش کار کرده است. یعنی زوی، مثلا زوی دختر است، پس می توانیم بگیم که she's happy، she's happy، she's happy، یعنی وی خوشبخت است، وی خرسند است. brain his می شود، his برای که پسر بچه است. he's clever، یعنی وی دانا است، وی زیرک است. the city یعنی غیر انسان است یا چیزی بیجان است، پس در این حالت از its استفاده می‌کنیم. it's new وی نو است، جدید است. the girl یعنی دختر، در اینجا از she's استفاده میکنیم. she's tall. خب she's tall وی قد بلند است. tall گفته بلند، قد بلند، قد دراز. the mouse یعنی غیری انسان است، یعنی از جمله انسان نیست، یعنی حیوان است. در این صورت ما از its استفاده میکنیم. it's gray وی خاکستر رنگ است، همون موش رو در نظر داریم، وی خاکستر رنگ است. the man یعنی مرد، پس در اینجا از his استفاده میکنیم. he's a teacher وی معلم است، وی آموزگار است. بگذاریم به مشقی هفتم read and write، یعنی بخوان و بنویس. در اینجا نگاه کنیم brain is tall آمده است. brain is tall. no brain isn't، وقتی که no آید حتما بعد از اون جمله چی است؟ انکاری است، یعنی منفی است. پس no brain isn't tall. he's short. در اینجا گفت که brain is tall یعنی وی قد بلند است. در اینجا باشد گفت که نه وی قد بلند نیست. he's short وی قد پست است. short گفته کوتاه می شود، اما وی قد کوتاه نمیدونم در زبان ترکی قد کوتاه میگوین، نمیگوین قد پست به فکر میگوین. وی قد پست است. the cat is black یعنی گربه سیاه است. اگر خواهیم جمله این کاری کنیم پس میگیم no the cat isn't یا is not black. isn't black یا is not black هر دو درست است. it's gray در جای خالگی اس میمونیم. پس در اینجا is not یا isn't شکل مختصر و در اینجا باشد یک اس اضافه میکنیم یا که is gray. it is gray یا it's gray. Corky is a girl یعنی میگه کورکی دختر است، یعنی مقصدش همون توتی مدینه است، مثلا مدینه دختر است. no Corky is not a girl یا اینکه به شکل مختصر no Corky isn't a girl
یعنی وای دختر نیست. He is a boy. He's boy. He is a boy. He's a boy. یعنی وای پسر است، پسر بچه است. مقصد وای توتی نرینه است. Zoe is 10. Zoe is 10. Zoe 10 ساله است. No, Zoe isn't 10. No, Zoe isn't 10. Zoe 10 ساله نیست. She is 9. She is 9 یا اینکه she's 9. وای 9 است، یعنی مقصد 9 ساله است. The box is big. The box is big. یعنی قوطی کلان است. یا همون کروبکایی که میگیم، کروبکا یا قوطی یا صندوق کلان است. یعنی باکس هم به معنای صندوق، قوطی، به زبان روسی کروبکا. No, the box is not big. No, the box isn't big. It is small. یعنی در اینجا میگوید نه وای کلان نیست. It is small. It is small یا it's small. وای خرد است، میده است. Dave is silly. Dave is silly. یعنی میگوید که دیو نودان است، ابله است. در اینجا میگوید no, Dave is not silly. No, Dave is not یا isn't silly. He is funny. He's funny. He is funny. He's funny. یعنی وای شوخ است یا فنی گفته انسانی شوخ، شوق‌آور به همین معنا است. وای یک انسانی شوخ است. خب مشق هشتم read and write. یعنی میگه با بخون و بنویس. رسم یک رو نگاه کنیم. جمله سوالی است. Is it a bird? Is it a bird? آیا وای پرنده است؟ یعنی این هواپیما رو در هوا در آسمان دیدسته، یعنی این سمالیات رو میگوید آیا وای پرنده است؟ برین در جواب باید چی بگوید؟ No, no it is not. No it is not. No یا اینکه no it isn't. No it isn't. یعنی یک دو no it isn't یا no it is not. It's a plane. It's a plane یا it is a plane. It is شکل پورا. It's شکل مختصر. It's a plane وای هواپیما است. plane گفته هواپیما. bird پرنده. خب رسمی دوم رو میگذاریم. در اینجا کاوبوی یعنی هم کاو گفته گاو رو میگوین و بوی پسر رو میگوین، پسر بچه رو میگوین. کاوبوی ترجمه تاجیکش یک لحظه در ذهن نمانده است. کاوبوی. خب کاوبوی گوچران. کاوبوی گوچران سپر. خب بسیر نماده ما فهمیدیم. خب فهمیده باشید بسیار خوب. میگذاریم با کتاب باز. کاوبوی یعنی همون گوچران میشید است. در اینجا باید سوال کنیم که آیا همین گوچران است؟ مثلا влог супер мама салом алейкум. салом ва алейкум салом. хуш омаден. ташаккур ки омаден. چه خیلی سوال میکنیم؟ این مرد است. پس در اینجا باید که he مانیم. he و در اینجا باید که verb to be مانیم. verb to be ما داریم is, am و are. پس در اینجا is میگیرد. Is he a cowboy? Is he a cowboy?
آیا وای کاوبوی است یا همون گوچران است. پس در اینجا کی جواب گوتسته؟ همون کاوبوی خودش جواب گوتسته. مثلا yes I am. yes I am. yes I am. خب جوابی این بود. میگذاریم بر رسمی سیوم. در اینجا نیز good آمده است، توتی سوال کرده است و باید که دو کلمه بمونیم در اینجا. یکی جانشین شخصی است، دیگری verb to be است. در اینجا میمونیم جانشین شخصی she، مثلا این دختر است she. خب در اول برای she چی میمونیم؟ is she good. is she good. آیا وای خوب است؟ آیا وای خوب است؟ پس در اینجا زوی، به فکرم زوی هست، زوی میگه no she isn't. no she در اینجا she مونیم و is not در آخر میاد. she isn't. she's bad. she's bad. وای بد است. خب در اینجا رسم چهارم نگاه کنیم. دو جای خالی است، در یک جانشین شخصی، در دیگر verb to be. در اینجا ما میمونیم he، به خاطر که این مرد است he. پس برای he verb to be میمونیم. برای he verb to be is می آید. is he funny. is he funny. is he funny. آیا وای خنده آور است یا شوق آور است یا مثلا شوخ است؟ پس در اینجا زوی میگه yes he is. yes he is. خب یعنی میگه بله وای شوخ است یا خنده آور. خب در این جا میگه ask and answer، یعنی سوال جواب کنید. در اینجا 4 کلمه آورده است. سوال جواب is your friend tall. is your friend tall. is your friend tall. آیا دوستی تو، رفیق تو قد بلند است؟ no he isn't. he's short. نه وای قد بلند نیست، وای قد کوتاه است یا قد پست است. فدیا تشکر، بهترین نوشته، یعنی تشکر میکنیم برای کامنت و آمدنتون. خوش آمدین. در اینجا کلمه تال رو هر دو اینها الکی تمرین کردن. خب میگذاریم با کلمه funny. میگیم is your friend funny. is your friend funny. آیا دوستی تو شوخ است، شوق آور است، خنده آور است؟ و در اینجا میتونیم جواب ها باشه یا جواب نه باشد. اگر نه باشد پس همین درست است. اگر ها باشد مثلا no he isn't، جواب رد گفتیم و میگیم he's shy. وای مثلا شرمگین است یا وای ایزوکش است مثلا. رقم 3 a teacher is your در اینجا is your طوری نمیگیرد به خاطر که is your طوری نمیگیرد. در اینجا is your ما میتونیم اینجا verb to be رو عوض نماییم با are you مونیم. are you a teacher. are you a teacher. آیا تو آموزگار هستی؟ یا is he a teacher. آیا وای آموزگار است؟ یا is she a teacher. آیا وای زن معلمه است؟ در جواب میگیم اگر ها باشد ها، اگر نه باشد مثلا no she isn't یا no he isn't. he's a student. he's a student. he's a student. خب رقم 4 is your friend 8. is your friend 8 اینش طوری میگیرد، یعنی دوستی تو 8 است. منظور از 8 یعنی 8 ساله است. no he isn't. he's 9. no he isn't. he's 9. نه وای نیست، یعنی وای 8 ساله نیست، وای 9 ساله است. خب now swap roles، یعنی roles نقش می شود. نقش بازی کردن همون رولی که در زبان روسی میگن.
swap алиш кардан, иваз кардан. Now алон, яъне алон нақшро иваз кунед ё ролро тағйир диҳед. Яъне масалан шояд дар синф бошад ки ду нафар хест як калимаро гуфт, дафъаи дигар боз як кас дигар мехезад, дафъаи дигар боз як кас дигар a teacher, боз дафъаи дигар як кас дигар a8 масалан. Ба ҳамин тариқ. хуб, чанд дақиқа шид? Як саҳифаи дигам гирем. Абдулбасир Ясамин, хаста нашида иншоалло. Агар хаста нашида бошем, як саҳифаи дигар бигирем, баъд ҷамъбастиш кунем. Чӣ гуфтем? خب اگر ها باشد پس دوام میدیم، اگر نه باشد خب خبر ممکنه. جانشین های شخصی we, you, they are. گوش کرده استیم استاد بسیر نمودیه. خب تشکر زیاد. we, you, they are question negative. یعنی همین جانشین های شخصی we, you, they are میگیرند، یعنی verb to be are میگیرند و جمله های سوالی و نگاتیو یعنی منفی رو میخونه. Dev Zoe are you here, are you here, are you here. میگوید Dev Zoe آیا شما همینجا هستین؟ آیا شما در اینجا هستین؟ پس اینها میگوید Yes we are, yes we are. بله ما همینجا هستیم، بله ما در اینجا هستیم. Surprise با فیلم در زبان ترکی هم سورپرایز میگوین یا در زبان روسی با ترکی اون کس داند خیلی یاردم میکنه. سورپرایز با زبان ترکی چی میشه؟ سورپرایز یعنی میگه یک سورپرایز است، یک شاید معنای هدیه و یا تحفه و یا سورپرایز. سورپرایز انشالله که فهمیدنش ها. سورپرایز یعنی به معنای اون هدیه است یا تحفه است. در زبان تاجیکی هم یا روسی هم سورپرایز میگن. و اینجا این قوطی رو میکشوین، میبینن پیراهن یا همون مایکه، میگن واو واو. واو همون یک کلمه تعجبی است که در همه زبان ها مثلا فرق میکنند، از زبان در زبان فرق میکنند. مثلا در زبان تاجیکی هی وا و یعنی با چند طریق گفته می شود. در این رسم 4 میگه you are great, you are great، یعنی you are great شما عالی هستید. شما great گفته عظیم، بزرگ، عالی به معنای همین ها میاد. you are یعنی شما هستین، شما بزرگ هستین. شما شاید در زبان ترکی شما بزرگ هستین استفاده شود، اما شما بهترینید، شما زورید، شما به همین یک کلمه یعنی تعریفی است، تعریف کرده است جلوه شما. مثلا در اینجا توتی را به فیلم تعریف نکردن و شاید کمتر خجالت زدن. میگه they are very good friends, they are very good friends. اونها دوستانی خیلی خوبی هستند، دوستانی خیلی خوبی هستند. خب در اینجا قاعده میگیریم پوزیتیو نگاتیو. we are friends ما دوست هستیم. we are friends شکل کوتاه شده. we are friends شکل پورا. we are friends شکل مختصر. you are friends شما دوست هستید. یا you are here شما اینجا هستید. یا they are friends اونها دوست هستند، اونها دوستان هستند. در زبان ترکی نمیدونم اونها دوستان هستند، شاید کمتر نمیدونم خطاب باشد یا نباشد. عادتا اونها دوست هستند یا ما دوست هستیم میگیم. یعنی خب they are here یعنی اونها اینجا هستند. جمله اینکاری we are not friends ما دوست نیستیم. you are not friend یا you aren't friends, you aren't friends شما دوست نیستید. they aren't here they are not here, they aren't here
شما یا اونها در اینجا نیستند. یعنی ورب تو بی که در بین این کلمه ها میبینید، یعنی در بین جمله اینها رو میتوانید پره خونید و میتوانید به شکل مختصر خونید. مثلا میتوانید are not خونید و میتوانید aren't خونید. aren't. جمله سوالی برای جانشین های we, you, they، یعنی ما، شما، آنها. از ورب تو بی are استفاده میکنیم. Are we friends؟ آیا ما دوست هستیم؟ Are you friends؟ آیا شما دوست هستید؟ Are they here؟ آیا آنها اینجا هستند؟ Are we here؟ آیا ما اینجا هستیم؟ جوابی کوتاه Yes we are. بله ما هستیم. Yes you are. بله شما هستین. No you aren't. نه شما نیستین. No they aren't. نه اونها نیستند. در اینجا توتی باز طبق عادتش یعنی قاعده پیشنهاد میکند، میگه جانشین های شخصی یا اون جانشین های فاعلی به دو گروه تقسیم میشوند. سینگولار یعنی شکل تنها، پلورال شکل جمع. سینگولار یعنی I, you, he, she, it، یعنی شکل تنها I, you, he, she, it. پلورال we, you, they، یعنی شکل جمع we, you, they، ما، شما، آنها. با فکرم موضوع نو سرنشید است. در اینجا تمرین است. خب این تمرین رو یک دو سه کار میکنیم. کمتر اگر دیگه وقت داریم یک دو سه کار میکنیم و باقی موندهش وظیفه خانگی میدیم. در اینجا میگوید write where you are or they are، یعنی در اینجا میگوید we are you are یا they are رو نویس. مثلا دو تاش رو خودش کار کرده است. Dave and I friends. Dave and I friends. پس اگر با جانشین شخصی بیاریم یا جانشین های شخصی رو استفاده کنیم میگوییم we are friends. We are friends. ما دوست هستیم. Zoe and Brain not sad. Zoe and Brain not sad، یعنی زوی و برین غمگین نیستن، زیغ نیستن. They aren't sad. اونها غمگین نیستن. خب یک تدگیرش رو کار میکنیم. The city good، یعنی با جانشینی the cities معذرت این شکل جمع بوده است. The cities good یعنی از جانشینی شخصی they استفاده میکنیم بخاطر که شکل جمع است. They are good یعنی اونها خوب هستند، یعنی همون سیدی ها رو در نظر دارد. اونها خوب هستند. خب در اینجا کلمه نو باشد اگر ترجمه میکنیم باقی مونده رو وظیفه خانگی میدیم. pupil درسی که جاشته گفتیم که طلبه میشود. طلبه، شاگرد، به روسی اوچنیک به فکر میشود. خب hungry گرسنه میشود. گرسنه. big کلان میشود. big کلان میشود. lion شیر میشود. lion شیر. خب رقم 11 مشق 11 write questions and answers، یعنی سوال ها رو write questions and answers یعنی سوال ها و جواب ها رو نویس. یعنی در اینجا میگوید they pupils و علامت سوال است. چطور سوال کنیم که آیا اونها طلبه هستند؟ پس در اینجا شکل جمع است. از verb to be are استفاده میکنیم. Are they pupils یعنی آیا اونها طلبه هستند؟ در جواب yes they are. جوابی کوتاه. you teachers این رو نیز کلمه سوالی کردن در کار. مثلا are you teachers آیا شما، یعنی یک چند نفر، آیا شما معلم هستین؟
یعنی معلمون هستین، آموزگاران هستین. در جواب no we aren't. No we aren't. نه ما نیستیم. خب we bad. bad گفتیم بد میشوه. بد. جمله سوالی کردن در کویرا یعنی are we bad. جمله سوالی شد. جوابش no you aren't. نه شما بد نیستین. باقی موندهش وظیفه خانگی یا اون کلمه نو نباشد. اگر اینجا به قسم دیگر میگذاریم کلمه نو تقریبا نیست. خب رقم 12 مشق 12 look read and write. نگاه کن، بنگر، بخوان و بنویس. رسم یکم میگوید they happy. در اینجا باید یک ورب تو بیاریم. خب به شکل پر است، خب به شکل کوتاه. they are happy. این رو خودش کار کرده است. they are happy. we hungry. ما گرسنه. در زبان تاجیکی نیست مثلا ما گرسنه بگیم جمله کامل نمیشود. یعنی شنونده منتظر است که این چی گفتنی است. یعنی ما گرسنه هستیم نیستیم، یعنی منتظر است. بنابراین این رو جمله نمیگه. این رو برای که این رو جمله سازیم ما با ورب تو بی نیاز داریم. we are hungry. ما گرسنه هستیم. خب رسمی سه eat small. یعنی وای کوتاه هست نیست. یعنی آن همون هست نیست رو باید که به زبان انگلیسی نویسیم. یعنی it is small یا it's small. خب باقی مونده شو ختون کار کنید. عبدالبصیر و سمیه. اگر یکون کلمه نو نباشد در اینجا باقی مونده شو شما کار میکنید. خب bad, good, funny, black and white, panda. پاندا همون در همه زبان با فکرم پاندا ترجمه شده است. پاندا همون یک خرس سفید رو پاندا میگن یا که یک نوع خرس شاید باشد. خب در اینجا play a game what is it. play a game یعنی بازی کن. what is it و چیست. take turns. بصیر 91 یاسمین استاد نفهمیدم یکون سوال بود یا که یکون پیشنهاد بود. یا یکون چی را ما خطا تلفظ کردیم. بخشش زیاد سمیه گفته من روسی نفهمیدم در وقتی گپ زنی. بخشش زیاد. خب یاسمین من اینجا نوشته دارم یاسمین. خب عبدالبصیر و یاسمین در اینجا میگه بازی کنید. what is it و چیست. take turns یعنی نوبت خود را گیرید، یعنی به نوبت بازی کنید. مقصد it's big and grey و کلان است و خاکستر رنگ است. what is it خیلی یکان نام های انگلیسی مونیم که آسان باشد. نه نام خوبه نمیام. یاسمین نام خوبه. یاسمین به فیلم گلی یاسمین هم یک گلم یاسمین هم ببرگه خطا نکنم. یاسمین و عبدالبصیر نام های خوبه، نام های بهترین هم. what is it it's big and grey میگوید وای کلان است و خاکستر رنگ است. وای چیست what is it وای چیست. is it an elephant is it an elephant یعنی سوال کرده است. is it an elephant آیا وای فیل است. yes it is your turn بله همون است نوبت تو. یعنی یک بازی هست
این روز ما شاید که بازی کردن نتونیم با کدام خاطر مثلا همون فیل یا به شکل بازیچه است یا به شکل اصلی است مثلا رنگی خاکستر رنگ دارد پس میگوید که وای چیز که کلان است خاکستر رنگ است سوال کرده است وای چیز که کلان است خاکستر رنگ است باز شخص دیگر میگوید آیا همون فیل است در جواب میگوید بله همون فیل است نوبتی تو خب در اینجا زبرا پاروت زبرا گورخر پاروت توتی ربت خرگوش الیفنت فیل ماوس موش الیگیتور تیمساح پاندا خب عبدالبصیر و یاسمین باقی مانده را خودتان کار کنین ها یعنی از هر یک مشق تقریبا 3 تایش کار نکرده موند باقی مانده را خودتان کار کنین نویسین و در اینجا یک میگوید use your English units 1 2 یعنی زبان انگلیسی خودتان رو در اینجا استفاده کنید قسمت های 1 و 2 این مثل یک تست است یک امتحان است این با فکرم برای مکتب ها یا که همون مرکز های زبان انگلیسی است که مثلا 2 هفته یا 3 هفته دانشجو درس میخواند بعد در بین یک امتحان چه میگیرن شه بگیم بنابراین فکر میکنم که قدر خوب کدام کار کنید مرحمت کار کنید یعنی اگر کار کنید مثلا در اینجا میتوانید اینها رو کار کنید لیکن بعضیش برای گوش کردن مثلا لیسن انتیک گوش کن و علامت بگذار این برای صنف است که معلم یگون دیسک رو یا درس رو میموند گوش میکنید و جواب میدین خوب کسی کار کند خوب کار نکند قدر مهم نیست لیکن همین وظیفه خانگی مهم است وظیفه خانگی مهم است که کار کنید این رو پس در اینجا موضوع نو سر می شود demonstrative pronouns یعنی جانشینی های شخصی و دوست می دارم که موضوع نو رو همیشه از درس نو آغاز کنم و وقتی درسم خیلی شد از 48 دقیقه گذشت بنابراین در همینجا اکتفا میکنیم اگر روزی باشید و از درسی گذشته از صحیفه 19 از demonstrative pronouns از جانشین های اشارتی آغاز می نماییم چی گفتین عبدالبصیر و یاسمین یا غیر از عبدالبصیر و یاسمین دیگر کسم اگر بشرتی در اینجا باشد من کامera رو روش او طرف گردوندگیم سینی کامپیوتر بنابراین نمیدونم که در اینجا چند نفر است چند نفر حضور دارن فقط میبینم که اینجا 26 کامنتری شد و 5 لایک شد بصیر 91 رحمت برای درسی خوب سلامت باشین رحمت برای شما که گوش کردین خب و فکرم مایم تمام خب بخیر است انشالله باز اگر شما تنها باشید با یک بار دیگه تشکر که تا آخری درس ایستادین تا آخری افیر بگیم خب در همین جا افیر را به پایان میرسونیم اگر عبدالبصیر یاسمین یگان سوال داشته باشن مرحمت بتن اگر سوال نداشته باشن دسترخوان زیبا رحمت برای کار سلامت باشین رحمت برای شما نیز که حضور پیدا کردین و در این افیر ما بدین و برای شما نیز برای کار خواهان هستیم بصیر 91 سلامت باشین شما نیز سلامت باشین خب دیگر افیر رو به انجام میرسونیم این بود افیر 4 یا ویدیو درسی زبان انگلیسی از طریق آنلاین قسمت 4 تا درس های نوبتی خدا حافظ بصیر 91 ماه شریف رمضان مبارک برای شما نیز ماه شریف رمضان مبارک باشد دعا میکنیم که این ماه را ماهی پرفیض و پربرکت و
моҳе гардонад, ки ин бемориҳо аз тамоми дунё дур шаванд ва ин вабои аср поён ёбад. хуб, худоҳофиз, дар амони худо бошед.